بدون اینکه خیاطی بلد باشیم بیا این دامن رو با هم بدوزیم. نیاز داریم به 1 متر پارچه. اگه پارچه نخی میخواید بگیرید 10 سانت بیشتر بگیرید که آب رفتاش کم نیاد. از بالا 10 سانت میایم پایین، یه خط میکشیم برای قسمت کمری کار. برای کش کمری اندازش میشه به اندازه دور کمر منهای 10 الی 15 سانت که من منهای 15 سانت میکنم و دو لبه کش رو به هم میدوزیم. بعد از اینکه کش رو دوختیم قسمت کش رو به کمری متصل میکنیم که آموزشش توی پستای قبلی هست. برای قسمت گوشه دامن تا پایین دوخت میزنیم، قسمت پایین رو 1 سانت داخل میزنیم و دوخت میزنیم و دامن چیندار ساده شما آماده شد. به همین سادگی، سرعت و راحتی. دخترم میخوام یک بار دیگه دوخت کش به کمری دامن رو به زبان راحت تر براتون توضیح بدم برای کسایی که خیلی مبتدی هستن. برای این کار ابعاد کشمون میشه به اندازه دور کمرتون منهای 10 الی 15 سانت که من منهای 15 سانت کردم. دور کمر من 74 منهای 15 سانت کردم تقریبا شد 60 سانت که من 2 سانت هم جای دوخت گذاشتم چون این قسمت روی هم اومده و دوخت شده و در نهایت این شد کش من. اینم قسمت کمری دامنه. از بالا 1 سانت تا میکنیم رو به تو و دوخت میزنیم که لبه کارمون تمیز باشه و ریش ریش نشه. حالا برای وصل کردن کش به کمری نیاز داریم به 4 تا اندازه. به این صورت که این میشه 1 اندازه ما، ببینید این میشه قسمتی که روی هم اومده رو میندازیم قسمتی که حالا لبه دوخت پارچمون میشه. این برای این قسمته، درسته؟ این قسمت که میشه وسط کشمون باید بیاد به وسط پارچه برسه دیگه. این دو لبه‌ای که پیدا شد رو به هم میچسبونیم و این تیکه و تیکه مقابلش هم وسطش رو پیدا میکنیم و هم وسط کشمون و بعد با سوزن مجدد وصلش میکنیم به این حالت. با 4 تا سوزن به 4 طرف پارچه وصل میشه. فاصله بین 2 تا قسمتی که وصل شده و یه دوخت روش میریم رو باید به این حالت بکشیم موقع دوخت که اندازه پارچه بشه و بعد پارچه رو تا میکنیم روش رو از لبه دوخت میزنیم. 4 قسمتی که با سوزن مشخص کردیم و با چرختی دوخت میریم که ثابت بمونه. وقتی ثابت شد موقع دوختن فاصله 2 تا دوختمون رو اینجوری میکشیم، پارچه رو میاریم روش و از لبه پارچه شروع به دوخت کش میکنیم. این هم از نتیجه دوخت دامن به روش مستطیل و فقط با 1 متر پارچه.